خب روز سوم سفر پاریسمون شروع شد. میخوایم بریم موزه لوور و این جمعیتی که میبینین همه تو صفن. اینجوری میچرخه تا اینجا، اون برش هم باز یه همچین صفی هست. برم تو باز اسم هم واسهتون عکس و فیلم میذارم. $2,000 years later. خب ما بالاخره بعد از 2 ساعت صف اونجا رو رد کردیم، وارد اینجا شدیم. فقط ببینید که چقدر بزرگه. تیکتمون رو بگیریم، یه دورم از اینا بگیریم که بفهمیم کجاها بریم. این از این نقشه ها کجا میدن. اینجا از این فرشا پسنده ده. من ظرف ظروفای اون این مبلا همه واسه سال 1720 و 1730 میلادی هست. خیلی خوشگلان واسه اون موقع. حتی پرده هاشون هم خیلی زیباست. لوسترش هم واسه 1730. همه واسه 1735. سلام، به زنگ تفریح دیگه با من خوش اومدین. امروز میخوام به طور خلاصه یه سری اطلاعات درباره موزه لوور بهتون بدم. اینکه این موزه از چه زمانی ساخته شده، کی این موزه رو ساخته و اصلا اینجا قبل از اینکه موزه بشه چی بوده. در جواب این سوال ها باید بهتون بگم که موزه لوور تو قرن 12 توسط فیلیپ دوم پادشاه فرانسه ساخته میشه. در واقع این ساختمون رو تو حاشیه‌های رود سن میسازه تا به عنوان یک قلعه از شهر پاریس در برابر حمله‌های وایکینگ‌ها محافظت کنه. اما با گذشت زمان رفته کاربری این قلعه تغییر میکنه. تو قرن 16 با ورود رنسانس به فرانسه ساختار این قلعه تغییرات زیادی میکنه. فرانسیس اول که یک شاه هنردوست بوده تصمیم میگیره که لوور رو به یک کاخ سلطنتی تبدیل کنه. برای این کار هم از سبک معماری ایتالیایی استفاده میکنه. اون اومد از هنرمندای بزرگ مثل لئوناردو داوینچی دعوت کرد که آثار خودش رو توی این کاخ به نمایش بذاره. با ورود داوینچی و سبک معماری ایتالیایی به فرانسه،
کاخ لوور یواش یواش تبدیل به جایگاهی برای نمایش‌های بزرگ میشه. تو دوره‌های مختلف هر پادشاه یه بخش جدید رو به لوور اضافه میکنه. لویی 13 و لویی 14 هم از جمله پادشاهایی بودن که تالارها و گالری‌های زیادی رو به لوور اضافه میکنن. همین لویی 14 تو زمان سلطنتش میاد اهل دربار یا همون اهل منزل رو به کاخ ورسای انتقال میده و لوور رو تبدیل به مکانی برای نگهداری و نمایش آثار هنری میکنه. اما با انقلاب فرانسه تو سال 1789 لوور نماد آزادی و فرهنگ عمومی میشه و انقلابیون فرانسه تو سال 1793 تصمیم میگیرن که درهای لوور رو به روی همه مردم باز کنن تا همه بتونن آثار هنری که قبل از اینا فقط به خانواده‌های سلطنتی تعلق داشته رو ببینن. تو قرن 19 هم ناپلئون بوناپارت میاد سالن‌های بیشتری رو به موزه اضافه میکنه و مجموعه آثار هنری ارزشمند رو از سراسر اروپا جمع میکنه و به موزه لوور اضافه میکنه. تو دهه 1980 هم برای اینکه مردم دسترسی بهتری به موزه داشته باشن تصمیم میگیرن تو مرکز محوطه یه ورودی جدید بسازن که یه معمار چینی آمریکایی هم این هرم شیشه‌ای که با بیش از 600 شیشه کوچیک ساخته شده رو طراحی میکنه و این هرم امروزه میشه ورودی اصلی موزه لوور. خب این زنگ تفریحمون هم تموم شد. امیدوارم لذت برده باشین. هر سوالی هم دارین حتما توی کامنت ها واسم بنویسین. بریم به ادامه ویدیو برسیم. مصر آموزش این که واقعی نیست. ماکت های باری بخش بعدی بشیم. سنگ‌های خوشگل این همونه که کدومه؟ سردار تخت جمشید. سردار تخت جمشید کندن و آوردن گذاشتن. چه قشنگ. چیزایی که تو عکس تو دستشونه فکر کنم اینجاست مثلا. اینها هم ایرانیست. چقدر خوشرنگه رنگش، نه؟ خیلی قشنگه رنگش. چطور ایران
خب ما وارد یه بخش دیگه از موزه شدیم. زیبا. Gracias, Chicago. Sentite aici la città di camera in alta, شب آخر پاقی گردیمونه. چقدر هوا دله.
شبی 2200 یورو. این هتل شبی 2200 یورو. قابل دوتا روبروی هم میگن. اسمشون یکی آره؟ نمیدونم. یه رو از 1 تا 10 به پاریس چند میدی؟ 7. فکر می‌کردم کمتر بدی. دیگه اون قدم باید بکنست. همون 6 و 7. بریم واسه مقصد بعدیمون. فعلا جدیدی کشف کردیم. بریم واسه مقصد بعدیمون. خدا نگهدار. قدم بزن برو مینا همه جاهای دنیا، بدون بلیت بدون پول، بزن لایک و کامنت بذار. این زندگی ماست، این حال خوش ماست، بیا با هم بخونیم مثل پرنده ها. هر جا که میری دستاشو بگی با لبخندش، دنیا رو به چرخش بیار. میدونی که ما بهترینیم تو دنیا. بیا بین همه پرواز کنیم تا اوج بالا.